سلام درود، خوش اومدید. ویدیو داخل ویدیو میخوایم بریم بیت کوین رو تحلیل کنیم. یک روز زود هست، از تحلیل قبلی 2 روز میگذره حدوداً و گفتم بیام سری نکات رو بهتون بگم، نکات مهم که حتما باید در جریانش باشید. خب یه سری صحبت هم کنم. اول یه ترکیبی از 2 تا ویدیو، این ویدیو بهتر داخل یعنی در مورد 2 تا موضوع صحبت میکنیم. در مورد شکست، ضرر. خب شکست چیه؟ شکست خب یه چیزی که تمام آدما شکست میخورن، تمام آدمای بزرگ شکست میخورن، هر کسی که فکر کنی شکست میخوره. اگر استرس شکست خوردن داشته باشی 2 بار شکست میخوری. اولی اون موقعی که این ضررها بدونی که داری جلوگیری میکنی، میگی وای اگه اینجوری بشه، اگر استاپ بخورم من استاپ دیگه شکسته دیگه، یه شکسته. استاپ بخورم یه بار اونجا ضرر میکنی که داری به خودت فشار وارد میکنی، یه بار موقعی که ضرر میکنی شکست میخوری ضرر. این یه نکته بود که گفتم بهتون بگم، حتما به این نکته توجه کنید. شکست چیز بدی نیست. شکست و استاپ و ضرر باعث تجربه بیشتر شدن تجربه ما میشه. این نکته رو گفتم بهتون بگم که نکته مهمی بود، در جریانش باشید. خب بریم سراغ تحلیل بیت کوین. خب خوش اومدید به تحلیل بیت کوین و پیشرفت زیادی حتما داریم داخل ویدیو. حتما صدا، یه میکروفون خیلی خفن سفارش دادیم بیاد تا حدود چند روز دیگه صدا خیلی بهتر میشه، نور خیلی بهتر میشه و در خدمت شما هستیم. خب بدون حرف اضافه ای بریم سراغ بیت کوین از تایم فریم ماهانه. تایم فریم ماهانه ببین، برای همین میگم عجول نباشید داخل ترید. ببین ماهانه چقدر ریلکسه. سری قبل تا این ناحیه رفتیم برگشتیم، این سری میریم و احتمال شکستن بیشتره. یه چیز دیگه هم هست که خیلی جالبه، ببینید بیشتر بازار به پیشواز یه چیز میاد و وقتی اون اتفاق میفته دیگه اون اتفاق براش خسته کننده میشه، دیگه از اون اتفاق میاد بیرون. ببین به پیشواز ترامپ رفتیم، بعد موقعی که ترامپ اومد، یعنی قبل ترامپ بیاد، خیلی بازار رشد کرد، ولی موقعی که دیگه ترامپ اومد بازار حدوداً وایساد، یعنی بازار یه خورده ریخت، یه خورده داره اذیت میده. خیلی جالبه، بازار بیشتر به پیشواز اتفاقهای مهم میره. داخل این تایم فریم چیز منفی نیست. داخل ماهیانه که 10 روز دیگه بسته میشه، اینجا یه خط داریم اینجا. خب بیایم تایم فریم پایین تر هفتگی. خب شد چی؟ الان ما میشینیم تا به این نقطه 108,000 109,000 این حدودا برسیم و شکسته بشه این ناحیه. اینجا ببین خیلی باحاله، فقط اگر یک اتفاق نیفته، اگر داخل هفتگی بالای این ناحیه ببنده، بازار رو دیگه به شدت رسما ما صعودی میبینیم. اینو بذاریم اینجا، به صورت رسما ما صعودی میبینیم حدود 5 روز و 7 ساعت دیگه. داخل روزانه هم یه چیزی که داخل هفتگی مثلا میگم، اگر یه اتفاق نیفته که احتمالش منفیه، بازار از اینجا برگرده به اینجا و اینجا یه سقف 2 قلو ایجاد میشه. سقف 2 قلو یکی از پرتکرارترین چیزاست که واقعا هم اتفاق و بیاد اینجا و حدوداً تا این ناحیه اگر نریزه. این اتفاق احتمالش خیلی کمه، ولی به هر حال داخل ترید هیچ چیزی غیر ممکن نیست. هیچ چیزی ها طبق این چند سالی که من داخل بازار هستم همچین اتفاقایی از بازار دیدم، ولی خب ببینید دیگه احتمالش خیلی خیلی کمه. لازم این رکورد میشه. خب بریم داخل تایم فریم روزانه. این الان موقعیتی است برای ریسک پذیرا، برای اینکه وارد بازار بشن. ریسک پذیرا دستشون ببرن بالا و بیان داخل بازار، بیان سبد جمع کنن که وقتشه. تامنیل اینو میذارم که وقتشه. تامنیل هم بچه خیلی درست میشه. تامنیل خودم میزنم، حالا یه نفر رو دارم باش صحبت میکنم برای تامنیل، حتما اینم درست میشه. خب خیلی اینجا جذابه. ببینید اصلا دوست نداره این ناحیه رو بشکنه
ولی اگر تا 6 ساعت دیگه که 6 ساعت دیگه حتما پای چارت هستم و داخل اینستا اسمشو میذارم، لینکشو میذارم داخل اینستا، داخل کپشن، میگم کپشن کلا تو اینستا هست، بخش داخل توضیحات ویدیو میذارم لینک اینستا، اونجا حتما بهتون میگم چیکار کنید، حتما دقت کنید. ولی خب اگرم اینستا نمیتونید بیاد، داخل همین چنل ویدیو کوتاه میذارم، ویدیو شورت میذارم که حتما اونجا ببینید و استفاده کنید. من خودم میشینم پای چارت این 6 ساعت و نیم، الان که دارم این تحلیل رو میگیرم ساعت 9:02 6 ساعتی میشه، حدود ساعت 1:30 این بسته میشه و اگر بالای این ناحیه بسته شه به شدت اتفاق خوبی برای ما میفته، برای ما شکست تریدرها. و من خودم به شخصه روی بیت کوین و چند تا ارز دیگه هم باید بریم چک کنیم، اون ارزا رو براتون چند روز دیگه میذارم. روی اون ارزا میتونیم بگیریم. ببینید دو تا کندل خیلی خوشگله، ببینید پایین‌تر XRP داره خوشگل حرکت میکنه. اینا رو باید تحلیل کنم، این خطا رو اصلا دقت نکنید، این دریوری این خطا. بریم برای ETH. نه ETH حالا خیلی چارت جذابی نداره، ولی خب این جذابه روی تایم فریم های دیلی. از بیارم 4 ساعته. خب ببینید خوشگله، شف بازاره، چارتشون نیستم ولی خودش عالیه، حرکت خوبی داره. خیلی از اینا نمیشه بگیری یعنی من شاید از این پلیلیست که این بغل دارید میبینید، من شاید مثلا یه پوزیشن بتونم بگیرم، چون باید پوزیشن به من با سبک با استراتژیم جور در بیاد، این استراتژیم به من بگه که وارد شو. این جیمز خوشگله، FET مثلا خوشگله. اینا رو این میشه بگیری، فقط یه چیز رو با هم بریم چک کنیم. این ارز رو از این بالا. اوکی، برگردیم روی چارت بیت کوین و داشتیم صحبت میکردیم که دیگه بله بیت کوین USDT من الان اول روی USD تحلیل کردم دیگه، روی همین USD هم میمونیم. حتما بهتون خبر میدم. حالا خیلی 4 ساعت معنی نداره، روزان 4 ساعت فقط برای پوزیشن باز کردنه، ولی خب تحلیل روی همون تایم فریم یک روزه بهتره. الان چی شد؟ ریسک پذیرا وارد بازار شدن. خلاصه چیه؟ یعنی اگر تو ریسک رو میپذیری میتونی الان وارد بازار شی و سود بسیار زیادی به دست بیاری. ریسک پذیر که میگم دلیل بر این نمیشه که مثلا مدیریت سرمایه اینا رو مدیریت سرمایه با سرمایه کمتر با ریسک کمتر میای داخل، با لورج کمتر منظورم میای داخل، سود بیشتری به دست بیاری اگر از اینجا حرکت کنه. جای سیفش همون ساعت 1:30 شبه که جای سیف بخوای وارد پوزیشن بشی. خب مرسی که تا اینجا با من همراه بودی. فعلا شب و روزت خوش.